نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود و صفات بیکران به شما شنونده بسیار گرامی در هر جای جهان پهناور که صدای ما را از رادیو ایران هیوستون تگزاس KRIHT.com یا KRIHT.CO و همچنین رادیو سرباز.com میشنوید. امروز 18 خرداد ماه 2575 شاهنشاهی کوروش هخامنشی برابر با 7 جون 2016 میلادی ساعت 1 پس از امروز به گاه هیوستون تگزاس، 8 شامگاه اروپای مرکزی و 11 بامداد غرب آمریکا. در خدمت دوست و یاور رادیو جناب آقای مهرداد صدری هستیم. با درود به شما بفرمایید. جناب گرامی، با درود به شما و جناب گنابادی در سوئد و همچنین با درودی به هم میهنان عزیزمون در هر جای جهان که صدای ما رو میشنون. امیدوارم همواره شاد و سلامت باشید. و امروز همونطوری که ما هفته پیش اتفاقا صحبت میکردیم، تا 10 جون سالروز فوت شاهدخت لیلا پهلوی است که من واقعا یکی از کسانی رو از دست دادیم که عاشق ایران بود، عاشق وطنش بود و از واقعا فرزندان خوب اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی بود. همکنون به همراه برادر بزرگوارش علی رضا پهلوی هر دو در کنار پدر قرار دارند و امیدوارم که روحشون شاد باشه. اما وضعیت مملکت ما به کجا رسیده و چه شده؟ در خبرها آمده که از قضا تعدادی باز از این افراد مزدور رژیم جنایتکار اشغالگر اسلامی رو در جنوب حلب یا در قسمت شرق حلب اینها رو به همین گروه های ضد اسد به اسارت گرفتن که البته بهتر است بگوییم که توسط گروه الفتح یا جیش الفتح که قسمتی از وابسته به القاعده هست اینها به اسارت گرفته شدن و معلوم نیستش که چه بلایی به سر اینها خواهد آمد. آیا اینها را هم مانند همون خلبان اردنی که اینها داعشی ها گذاشتن در یک قفس و زنده آتش زدن یا تعداد دیگری رو که سر بریدن، آیا اینها هم همون عاقبت رو پیدا خواهند کرد یا اینکه با رژیم جنایتکار اشغالگر اسلامی اینها در حال همکاری هستن و اینها رو آزاد میکنن و تحویل دوستان خودشون در این رژیم جنایتکار تحویل خواهند داد. بر روی باعث تأسفه که کشوری که جوانان اون بایستی در سطوح علمی جهان حرف اول رو بزنند، شوربختانه با تحمیل و زوری که این رژیم جنایتکار اشغالگر اسلامی بر کشور ما وارد ساخته اینها رو به عنوان مزدور فرستادن در کشورهای مختلف که ظاهراً دست به آدم کشی بزنن، برای اینکه اینها حتی مقابله با نیروهای نظامی رو ندارن، بلکه بیشتر کارشون کشتار مردم بی‌دفاع و مردم بیگناهی است که در این وسط به دام افتادند. و به هر صورت از اون طرف ما شاهد این هستیم که براتون همونطور که هفته گذشتم گفتم در یمن مشغول فعالیت هستن. از اون طرف در خبرها اومده بود که چند تن از حدود 8 نفر رو کشور بحرین اینها رو دستگیر میکنه به عنوان تروریست هایی که در حال فرار بودن به سوی ایران و در خلیج فارس اینها رو دستگیر میکنن و این نشون دهنده حادثه جویی ها و حادثه آفرینی هایی است که این رژیم خونخوار جنایتکار داره در جهان مرتکب میشه و از اون طرف دودش به چشم مردم ایران میره. ما موقعی که
نگاه میکنیم میبینیم که در هر جایی که اعمال تروریستی داره صورت میگیره، ترور داره انجام میشه، شلوغی، کشتار اینها صورت میگیره، همیشه دست این رژیم جنایتکار در اونها هست و عوامل این رژیم جنایتکار همچنان مشغول این هستن که بخواهن در دنیا ایجاد آشوب بکنن. شما نگاه بکنید از زمانی که این کارتر این رژیم رو به قدرت رسوند، برای اینکه ما خودمونم باید بدونیم اولا کارتر رو چه کسی به قدرت رسوند و بعد از اون تا به امروز که اوباما به قدرت رسیده یا این که نمیدونم خانم هیلاری کلینتون مشغول نمیدونم این هستش که شاید بتونه در کاخ سفید قرار بگیره. ما نگاه که میکنیم میبینیم که کسانی چون کارتر یا اوباما یا خانم هیلاری کلینتون اینها یا خود بیل کلینتون اینها خودشون کسانی بودن و کسانی هستن که دست‌های پشت پرده اینها رو هدایت میکنه و اینها رو اداره میکنه و از اون عواملی که من براتون در گذشتم عنوان کردم که مرتبط با انقلاب شوم و سیاه اسلامی در کشور ما شد، کلوب روم و انستیتوی اسپن بود و کسانی که در این دو سازمان همکاری کردند برای اینکه بتوانند سیاست دنیا رو به گونه‌ای عوض بکنند و برن به طرف اون گلوبال گاورمنت یا دولت جهانی و حکومت جهانی که اینها بتوانند خودشون اختیاردار تمام جهان بشن و این در واقع البته بایستی توجه داشت که در طول هزارهای تاریخ نبودند یا کم نبودند کسانی که در خیال جهانگشایی بودند و نامهای بسیاری هستش، از جمله چنگیزخان مغول رو بخوایم در نظر بگیریم، از یک سو بخوایم نمیدونم اسکندر مقدونی رو در نظر بگیریم یا اینکه آدولف هیتلر رو در نظر بگیریم یا استالین رو در نظر بگیریم یا دیگر کسانی که در طول تاریخ ما با نامهای اینها برخورد میکنیم. اینها همه در فکر این بودن که به گونه‌ای بتوانند دنیا رو در اختیار خودشون بگیرن و حاکمان جهان باشند که البته در این راه تنها چیزی که عاید مردم جهان شده خرابی و قتل و کشتار و از بین رفتن بسیاری از جانهای کسانی بوده که بیگناه به دست این جنایتکاران از بین رفتن. و حالا از همان روزی که خمینی توانست با کمک جیمی کارتر و کارگردانان پشت صحنه‌ای که جیمی کارتر رو به قدرت رسونده بودند کشور ما رو به اشغال خودشون در بیارن، اینها ما شاهد این هستیم که صحبت از این بود که این انقلاب اسلامی رو به جهان باید صادر بکنن و به قول اون مردک محمود احمدی نژاد در یک از همین کلیپ هایی که شما در یوتیوب میتونید پیدا بکنین صحبت از این میکرد که بله ما باید پرچم اسلام رو در تمام قله های جهان به اهتزاز در بیاریم. شما حساب بکنید اینها همه در پی جهانگشایی هستن، از اون طرف همین داعشی ها در فکر جهانگشایی هستن، نمیدونم القاعده به فکر جهانگشایی هست و همینطور که ما نگاه میکنیم میبینیم که یک سری توسط نیروهای قهری به دنبال جهانگشایی هستن به مانند نمیدونم ماو تسه-تونگ و نمیدونم استالین که اینها میخواستن توسط سیستم ایدئولوژیک کمونیست جهان رو در زیر ید قدرت خودشون بگیرن و از اون طرف ما میبینیم که حالا سیستم های عقیدتی اسلامی این کار رو موجب شدن و کما این که امروز شما موقعی که در ایتالیا عنوان میکنن که بله آقا بایستی به هر صورتی که شده این مردمی که میخواهن عبادت بکنن بهتر است که دعای خودشون رو با آرامی بخوانند و به دنبال این نباشن که مسلمان ها ناراحت بشن. ببینید که کار به کجا رسیده و شوربختانه این وضعیتی است که جهان رو در اختیار خودش گرفته و این هرج و مرج و آشوب همچنان داره گسترده میشه و همچنان ما داریم به سوی البته یک سیر نزولی رو ما داریم طی می‌کنیم از نقطه نظر انسانیت، از نقطه نظر نمیدونم تمدن و بشریت
و به جای اینکه انسان‌ها به دنبال صلح و صفا و آرامش و دوستی باشن، ما شاهد این هستیم که همچنان دنیا در پی جنگ و جدال و خون ریختن و از این گونه صحبت هاست که شوربختانه دامنگیر مردم جهان شده. و البته باید این پیام رو به این کشورهای خارجی و دولتهای خارجی بایستی داد که تا زمانی که ایران آرامش پیدا نکنه، تا زمانی که ایران دوباره بر نگرده بر اون روند تاریخی و فرهنگی خودش، دنیا روی خوشی و آرامش رو نخواهد دید و دنیا همچنان در این آشوب و هرج و مرج خواهد سوخت و شعله ها هرچه بیشتر زبانه خواهد کشید. اینها به فکر این هستن که خب چند روز پیش در خبرها بود که این داعشی ها عده‌ای از افراد خودشون رو به عنوان اینکه جاسوسی کردن اینها رو گرفتن و سر بریدن و امروز در خبرها اومده بود که تعدادی از این کسانی که رفته بودن از کشورهای خارجی به داعش ملحق شده بودن در حال فرار هستند و پناهنده شدن به کشورهای خارجی دوباره که آقا بیاین به داد ما برسید. و اینها میگفتن که ببینید که این چگونه این داعش داره در واقع از هم میپاشه. اما این رو باید توجه داشت در تمام سیستم های عقیدتی. به قول معروف هر از گاهی این سیستم ها دست به یک سری تصفیه میزنن برای اینکه بتوانن خودشون رو محکم و پابرجا همچنان حفظ بکنن و به طرف جلو برن. در سیستم های کمونیستی ما شاهدش بودیم در زمان استالین یا ماو تسه که و همین همکنون که اینها زمانی که میبینن که امکان داره خللی در روند حکومتی اینها پیش بیاد، یک سری از حتی نزدیکین افراد خودشون رو میگیرن و اینها رو از بین میبرن تا اینکه بتوانن اون آرامش حکومتی خودشون رو همچنان پابرجا حفظ بکنن. چندی پیش بود که مشاهده این بودیم در کره شمالی به عنوان مثال این رهبر کره شمالی این پسر توپوله ورداشت و نمیدونم عموی خودش رو انداخت جلوی سگا بخورن که چون عموش نمیدونم یه حرفی زده بود که این فکر کرده بود که مبادا مثلا یک اتفاقی بیفته و یک برنامه پیاده بشه، در نتیجه عموش رو انداخت اونجا کشتن. یا این که نمیدونم در همون اوایلی که به سلطنت یا به حکومت خودش رسیده بود ما میبینیم که این یکی از ژنرال ها رو که در روز نمیدونم عزاداری برای نمیدونم بابای از بین رفتش ترتیب داده بود، این ژنرال رفته بود مشروب خورده بود، گفت آقا اینو همچین بکشین که من نمیخوام اصلا چیزی ازش باقی مونه، که این بدبخت بیچاره رو گذاشتن با خونپاره زدن و آنچنان این رو کشتن که اثری از آثارش باقی نمونه. به هر صورت دنیا امروز در یک حالتی هستش که ما بایستی به عنوان ملت ایران در موقعیتی قرار داریم که نبایستی همچنان بی تفاوت سعی کنیم که مانند کپک سر خودمون رو زیر برف بکنیم و اینجور وانمود کنیم که هیچ اتفاقی نمیفته. در همین جریان چندی پیش در همین بیت رهبری گویا تیراندازی شد و یکی از همین افرادی که مربوط به محافظین خامنه‌ای بود تیراندازی کرده بود که اون یکی از همین آخونده به نام گلپایگانی الان در حال فوت، در حال مرگ در بیمارستانی هستش و چند تن دیگه که اصلا دیگه ناپدید شدن و این نشون دهنده این هستش که خب در میان اینها هم درگیری هایی به وجود آمده. اما این رو نباید اشتباه کرد که این درگیری ها حتما به نفع ملت ایران نیست، زیرا در بسیاری از این سیستم های مافیایی، سیستم های به اصطلاح بزهکار و جنایتکار مانند اینها هر از گاهی این وارد یک سری برخوردهایی با هم میشن برای حفظ منافع خودشون.
و نه برای حفظ منافع ملت ایران. اینها برای حفظ منافع خودشون وارد درگیری هایی میشن که اینها رو نبایستی به حساب ملت ایران بگذاریم. به عنوان مثال چند سال پیش موقعی که اون صیاد شیرازی رو اینها در خانهش ترور کردن، صیاد شیرازی در واقع به دست همین علی اکبر رفسنجانی به قتل رسید، به خاطر اینکه روز پیش از اون میان صیاد شیرازی و رفسنجانی مشاجره شده بود در یک ملأ عام، در یک مجلسی که اینها بودن و فردای صبح اون روز ما می‌بینیم که صیاد شیرازی رو ترور کردن. یا دیگر کسانی که در این میان اون به قول اینها 72 تنی که در مقر حزب جمهوری اسلامی در اون اوایل که محمد بهشتی و نمیدونم محمد منتظری به عنوان محمد رینگو اینها کشته شدن، اینها در واقع باز هم از نوعی تصفیه های داخلی بود که اینها هر آنچه که اتفاق بیفته ربطی به ما ملت ایران نداره. ملت ایران بایستی وضعیت خودش رو مشخص بکنه. ما شوربختانه قربانی یک سری جنگ‌های روانی شدیم، همونطوری که براتون بارها در مورد جنگ‌های روانی صحبت کردم. ما پیش از اینکه این انقلاب شوم و سیاه بتونه به قدرت برسه و کشور ما به اشغال این جرثومه‌های فساد در بیاد، ما همچنان تحت بمباران این سلاح‌های جنگ‌های روانی بودیم. اگر خاطرتون باشه در پیش از اینکه اینها به موفقیت برسن صحبت از این بود که نمیدونم طاغوت و نمیدونم شما آقای نمیدونم تیمسار نمیخوای نمیدونم ارباب خودت باشی و از این گونه صحبت‌هایی که دائما همونطوری که من براتون بارها اشاره کردم و گفتم در جنگ‌های روانی اون نک هدف به این سو هستش که بتواند در میان اقشار اون نیروهای روبرو یا دشمنان یک تزلزل روحی و تزلزل فکری و یک تزلزل تصمیم گیری به وجود بیاره که در نتیجه به این وسیله خیلی راحت میشه موقعی که انسان اون اراده خودش رو از دست میده، موقعی که انسان متزلزل میشه از نقطه نظر ارادی و از نقطه نظر فکری، از نظر روحی و از نظر تصمیم گیری، مطمئن باشه که بدون شک آماده سقوط خواهد شد و آماده شکست خواهد شد. ما موقعی که سخنرانی شاهنشاه فقید رو میبینیم که باز با نفوذ اون سید حسین نصر ملعون که رئیس دفتر فرهنگی اولیا حضرت شهبانو بودن و نمیدونم اون آقای قطبی که پسر دایی اولیا حضرت شهبانو بودن و رئیس رادیو تلویزیون بودن، اون نطق واقعا مخرب رو دادن به دست شاهنشاه فقید و ایشون اون رو بدون اینکه پیش از اون این نطق رو دیده باشن ناچار به قرائت اون نطق شدن که در اون صحبت از این شد که ما اشتباهاتی کردیم و من صدای انقلاب شما رو شنیدم و همونجا بود که این در واقع یکی از ضربه‌های نهایی جنگ‌های روانی بود که متوجه کشور ما و متوجه فرهنگ و متوجه به اصطلاح تمامیت ارضی کشور ما شد و ما از اونجا میبینیم که چگونه اینها جرأت پیدا میکنن این ظاهرا انقلابیون اسلامی و بعد هم چگونه توانستن مردم و اکثریت خاموش رو خاموشتر و متزلزلتر بکنن و موجب این بشن که کشور ما سقوط بکنه. موقعی که ما به جنگ روانی توجه میکنیم، من این صحبت رو الان سالیان سال دارم عنوان میکنم، این جنگ روانی به مانند یک تیغه‌ای است یا شمشیری است دولبه که این هم میتواند به ضرر انسان تموم بشه، هم انسان میتونه از اون استفاده کنه و به نفعش تموم بشه. همونطوری که ما قربانیان جنگ روانی شدیم در طول این 37 سال و شاید پیش از اون
بایستی توجه داشته باشیم که ما هم قابلیت این رو داریم که از سلاح‌های جنگ‌های روانی حد اکثر استفاده رو بکنیم، برای اینکه در جهان امروز شما توجه داشته باشید از همه نظر که نگاه می‌کنید، چه از نقطه نظر اقتصادی، چه از نقطه نظر اجتماعی، چه از نقطه نظر تبلیغاتی در این کمپین های سیاسی و چه از نقطه نظر جنگ های مسلحانه، در وهله اول این جنگ های روانی هستن که بایستی از پیش صورت بگیرن و بتونن به طرف جلو برن و موجب موفقیت بشن. ما یک نگاه خیلی سطحی میکنیم به انتخاباتی که یا به مبارزات انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا. ما دیدیم که 17 نفر به اضافه آقای دونالد ترامپ، اینها به عنوان کاندیداهای انتخاباتی جمهوری خواهان به اصطلاح معرفی شدن و در مناظرات متعددی شرکت کردند و با اینکه اینها اکثریتشون از جمله ما توجه بکنیم به اون دکتر بن کارسون که جراح مغز، کسی که توانسته جراحی‌های بسیار بسیار مهمی رو صورت بده، از جمله نمیدونم جدا کردن یک دوقلوی به هم چسبیده از مغز که خب دوقلوهای به هم چسبیده رو تا کنون در جاهای مختلف از هم جدا کردن که اینها از سایر نقاط بدنشون به هم متصل بودن، ولی این دوقلویی رو از هم به اصطلاح مجزا کرده که اینها از مغز به هم چسبیده بودن و این خودش یکی از شاهکارهای علم پزشکی در جهان هستش. یک همچین کسی با اون معلومات، با اون قابلیت، و بعد میبینیم که تعداد دیگری از سناتورها و فرمانداران ایالات مختلف که هر کدوم از این فرماندارها خودشون به عنوان رئیس اون کشور هستن، برای اینکه موقعی که ما از ایالات آمریکا صحبت می‌کنیم در واقع از کشورهای آمریکا ما داریم صحبت می‌کنیم که هر کدوم از اینها صاحب یک رئیس دولتی هستن که این رئیس دولت خودش دست کمی از یک نمیدونم رئیس جمهور کل آمریکا نداره. ولی ما دیدیم که این آقای ترامپ یکی از سلاح‌هایی که به کار بود برای مغلوب کردن رقبای خودش همین سلاح جنگ‌های روانی بود، با نام گذاشتن بر روی نمیدونم این افرادی که همراه این بودن. به یکیشون میگفت آقا این مثل اون جب بوش میگفت آقا این انرژی نداره، یا اینکه مثلا به اون مارکو روبیو میگفت آقا این مارکو روبیو آدم کوچکی است، و یا اون یکی نمیدونم تد کروز میگفت این آدم دروغگویی است. و همین نامگذاری ها اینها خودش از کارهایی است که در جنگ‌های روانی استفاده میشه، همونطوری که این آخوندها در اون زمان بر ما نام طاغوت رو گذاشته بودن و بعد هم در میان ملت ایران ایجاد احساس گناه میکردن و ملت ایران هم برای اینکه بخوان بگوین که نه آقا ما گناهکار نیستیم، دیدیم که سران ارتش رفتن اون نامه اعلام بی‌طرفی ارتش رو امضا کردن در کمال واقعا حالا اون کسانی که اکثرشون شوربختانه به دست این دشمنان به قتل رسیدن، روحشون شاد باشه، ولی که کاری رو که کردن کاری بود که اگر اینها نمی بایستی این کار رو میکردن به هر صورت. اما اونها هم قربانیان جنگ‌های روانی بودن، برای اینکه سعی میکردن که بگوین که نه آقا ما با مردم هستیم، ما برای کشتار مردم نیومدیم، در حالی که اینها با این تبلیغات و با این جنگ‌های روانی این انقلابیون اسلامی به هدف خودشون رسیدن و ارتش رو خلع اصلاح کردن. نیروهایی رو که بایستی مملکت رو آرام میکردن اینها رو از هم پاشوندن و اون وقت توانستن که بیان و با کمک بعضی از همون سران ارتش برن در اسلحه خونه ها، یا خاطرتون هست در اسلحه خونه نیروی هوایی رو باز کردن و اسلحه ها رو آوردن بیرون و شروع کردن به کشتار. یا اینکه پیش از اون در زمان در زمان شاپور بختیار عنوان میکردن که آقا ساواک نمیدونم اینو اونو فلان، و دیدیم که ساواک رو منحل کرد. برای من خیلی جالبه اتفاقا، ای کاش که روزی بتونم این پرسش رو از جناب دکتر منوچهر رزمارا بکنم که همونطوری که عنوان کردن که چگونه محمد مصدق در مجلس عنوان کرد به تیمسار سپهبد رزمارا که من تو رو میکشم،
چگونه ایشون حاضر شدن که با شاپور بختیار که در زیر عکس همون جنایتکار می نشست بشینن و همکاری بکنن و به عنوان وزیر بهداری با ایشون همکاری داشته باشن و هنوز هم خب خیلی هم با حسن نیت از ایشون صحبت میکنن، در حالی که خب از نقطه نظر من مهرداد صدری آقای شاپور بختیار به عنوان یکی از عوامل جا انداختن این انقلاب شوم سیاه اسلامی در کشور ما بود، به عنوان یکی از عواملی که در سیستم اطلاعاتی این انقلاب شوم سیاه یا نیروهای انقلابی داشت فعالیت می‌کرد، یا همونطوری که من شنیدم به عنوان ریاست این برنامه بود. و از اون طرف هم ایشون چگونه با چهره شناخته شده خودشون توانستن به فرانسه برگردن و به مرگ ایشون هم در فرانسه نه به خاطر این بود که ایشون تهدیدی رو موجب می شدن یا تهدیدی رو به سوی رژیم اسلامی داشتن، بلکه به خاطر این بود که مسائلی رو که ایشون می دونستن بعدها رو نشه. همونطوری که ما شاهد این هستیم که چگونه در کنار حسنی مبارک انور سادات رو ترور کردن و حسنی مبارک زنده موند، برای اینکه آقای انور سادات هم روحشون شاد باشه، بعضیا خیلی سعی میکنن که بگوین بله ایشون به پادشاه فقید ایران خیلی مهربانی کردن، در حالی که آقای انور سادات معاون عبدالناصر بود و عبدالناصر کسی بود که اولین کسی بود که نقشه های کشورهای عربی رو به گونه‌ای درست کرد که به خلیج فارس نام خلیج العربی داد و بعد هم با کمک به اون چریک های ظفار کمک میکرد که تا بیاین و خوزستان رو در نقشه هایی که در کشورهای عربی بود خوزستان رو با نام عربستان عنوان کرده بود و اینها میخواستن که این عبدالناصر میخواستش که در واقع خوزستان رو از ایران جدا بکنه توسط همون چریک‌های ظفار که نیروهای ارتش شاهنشاهی ایران برای اولین بار در تاریخ نیروهای نظامی توانست یک نیروهای نامنظم رو توسط نیروهای منظم از بین ببره، برای که معمولا همیشه خیلی مشکل هست، همونطوری که شما شاهدش هستین در این روزها، در این سالهای اخیر میبینید که این نیروهای داعشی یا نمیدونم القاعده یا نمیدونم دیگر این تروریست هایی که هستن، اینها به صورت نامنظم جنگ میکنن و نیروهای منظم ارتش های جهان قابلیت این رو ندارن که با اینها برابری بکنن و بتوانن اینها رو از بین ببرن، برای اینکه نیروهای منظم ارتشی تحت قواعد و قوانین بین‌المللی باید فعالیت بکنن، سیستم ها بایستی به صورت منظم انجام بگیره، در حالی که این نیروهای چریکی در هر نقطه‌ای میتوانن از اعمال تروریستی استفاده بکنن و میتوانن ضربه های مهلکی رو بزنن به نیروهای نظامی به اصطلاح یا سیستم های مرتب نظامی. کما اینکه امروز ما شاهدش هستیم در ترکیه یک ماشین بمبگذاری شده توسط ریموت کنترل از راه دور توانستن یک وسیله نقلیه‌ای که سربازان ترکی رو داشتن عبور می‌دادن منفجر بکنن و 11 نفر از این سربازان نیروهای نظامی ترکیه به قتل رسیدن. پس ببینید اینها چقدر راحت میتونن قابلیت تحرک دارن، میتونن به هر جایی برن و این کارها رو انجام بدن، در حالی که نیروهای نظامی منظم این کارو نمیتونن بکنن. به هر صورت ما شاهد این هستیم که آقای انور سادات در واقع معاون یا دست راست آقای جمال عبدالناصر ظاهراً به این صورت به حساب میاد که بله آقا به پادشاه ایران مهربانی کرد، در حالی که پادشاه ایران رو از پاناما برداشتن بردن به مصر و در مصر به قتل رسید. حالا هر کی میخواد هر چی بخواد بگه، پادشاه ایران رو با احتمالاً تزریق میکروب یرقان موجب شدن تا شاهنشاه فقید پیش از اون که واقعاً سنی داشته باشه، در سن 60 یا 62 سالگی ایشون رو به قتل رسوندن. همونطوری که رضا شاه بزرگ رو زمانی که در ژوانسبورگ بودن یک افسر انگلیسی که محافظ ایشون بود ایشون رو به قتل رسوندن. پس نگاه بکنید که
چگونه حالا ما برمیگردیم. من داشتم صحبت این رو میکردم که آقای انور سادات رو به خاطر چی کشتن؟ به خاطر اطلاعاتی که داشت، برای اینکه نمیخواستن که این اطلاعات بعداً درس کنه. خاطرتون باشه در تمام توطئه هایی که در جهان صورت گرفته و صورت میگیره، تمام اون کسانی که با این توطئه گران همکاری میکنن، اینها عاقبتشون بجز مرگ و خاموشی نخواهد بود. چون اگر چنانچه اینها قدری اختلاف بین اینها بیفته، اینها کلی مسائل رو میتونن رو بکنن که تمام اون شالوده های اون توطئه رو در هم میریزه و از بین میبره. آقای شاپور بختیار هم یکی از همون عواملی بودن که اطلاعات بیاندازه‌ای از درون انقلاب و کسانی که در انقلاب بودن ایشون این اطلاعات رو داشتن، کما اینکه اینها اون آقای محمد بهشتی یا آیت الله بهشتی اون صاحب اطلاعات بیش از حدی بود که اون رو کشتن. اون محمد منتظری یکی از کسانی بود که مقدار زیادی از جواهرات و گنجینه های موزه ایران باستان رو به همراه احمد خمینی برداشتن بردن و این رو به عنوان پاداش به معمر قذافی دادن به خاطر کمک‌های مالی معمر قذافی و کمک‌های اطلاعاتی. و این که آقای انور سادات همینطور در این انقلاب بدون شک به خاطر اینکه بتواند با اسرائیل به صلح برسه کمک کردن. کسانی که در اون زمان در اسرائیل بودن، مناخم بیگن یا نمیدونم دیگر کسانی که بودن، اینها حتی در این جریانات دست داشتن و روی هم رفته. شما هر کدوم از اینها رو که میبینید به یک نحوی از بین رفتن، اینها تمامشون کسانی بودن که صاحب اطلاعات بسیار بسیار مهمی بودن که میتوانست این اطلاعات نه تنها این رژیم رو در هم بزنه، بلکه اون کارگردانان پشت صحنه رو میتونست به قول معروف دستشون رو بکنه. برای اینکه توجه داشته باشید در این جریاناتی که صورت گرفت، من روی سخنم هم اکنون به سوی جناب آقای منوچهر گنجی است، آقای دکتر منوچهر گنجی، وزیر علوم زمان شاهنشاه فقیه در ایران، که یکی از مدعوین یا در واقع دعوت کننده اصلی ایجاد کنگره یا سمپوزیوم اسپن در شیراز بود که افراد کلوپ روم و سمپوزیوم اسپن رو به ایران دعوت کرد، که در اون سمپوزیوم بود که این دو سازمان تصمیم گرفتن که ایران به سبب پیشرفت‌های سریع خودش بایستی برگرده به اون رشد صفر، یا به انگلیسی بهش میگن زیرو گروث. و این زیرو گروثی که به اصطلاح یا رشد صفری رو که می‌خواستیم، ما امروز شاهدش هستیم. نه تنها این رشد صفر به رشد منفی در کشور ما تبدیل شده، بلکه این رشد صفر رو اینها در حتی آمریکا پیاده کردن. برای اینکه خاطرتون باشه اتفاقاتی که در ایران افتاد، ایران به عنوان یک لابراتوار یا یک آزمایشگاهی بود که اینها در وهله اول می‌خواستن ببینن که چگونه می‌شود یک کشوری رو که دارای یک اکثریت جوان و تحصیل کرده و پیشرو هست و کشوری رو که در اون زمان رشد اقتصادی ایران یک چیزی بود بالای 11%، یک رشد واقعاً یک عددی که شما کمتر در جایی میتونید مشابهش رو پیدا بکنید. کما اینکه ما در کشور ما نه تنها بیکاری وجود نداشت، بلکه ما کمبود کارگر داشتیم، کمبود متخصص داشتیم و شاهنشاه فقیه تمام هم و غمش این بود که ایرانی ها بتوانن دست پیدا بکنن به اون تخصص و اون مهارتی که خودشون تمام کارها رو در اختیار بگیرن و دیگه نیازی نباشه که ما بخوایم از کشورهای دیگه متخصص وارد ایران بکنیم. اما از اون طرف ما در آمریکا می‌بینیم که به همین وسیله اینها توانستن امروز رشد اقتصادی آمریکا یک چیزی حدود یک چند دهم درصد هستش که در واقع طبق گفته بسیاری از این اقتصاددانان این اقتصاد آمریکا مرده
و آمریکا در رده کشورهای جهان سوم تقریبا قرار گرفته و بعد از اون طرف اروپا رو ما می‌بینیم، از اون طرف چین رو می‌بینیم که چین یک رشد اقتصادی حدود 3-4% داره که با رشد اقتصادی 3-4%ایش اعلام کرده که آقا ما وضع اقتصادیمون خرابه. و شما باید توجه داشته باشید کشور ما از نقطه نظر اینکه کارخانه‌های صنعتی چیزی در ایران نیست، از نقطه نظر کشاورزی محصولاتی رو در ایران تولید نمی‌کنن و بعد از اون طرف تمام هم و غم این رژیم جنایتکار اشغالگر اسلامی این شده که بتواند توسط داشتن سلاح اتمی به گونه‌ای خودش رو حفظ بکنه، در حالی که نمیدونه شما با این سلاح اتمی فکر نمی‌کنم بتوانید راه به جایی ببرید یا اینکه خودتون رو حفظ بکنید. تنها راه حفظ کردن اینها در طول این 37 سال گذشته نه سلاح اتمی بوده، نه ارتش قدر قدرتی بوده، نه چیزی، بلکه رشوه‌هایی بوده که اینها با اون پول ملت ایران به کشورهایی مثل روسیه و چین و نمیدونم سوریه و آمریکا و اروپا، کشورهای اروپایی و انگلستان، این رشوه‌هایی بوده که اینها دادن، نفت مفتی بوده که دادن، گاز مفتی بوده که دادن و این رو از دهان ملت ایران بریدن و برای حفظ خودشون اینها رو در طبقه اخلاص در اختیار کشورهای دیگه گذاشتن تا اونها بتوانن از اینها پشتیبانی کنن در مجامع بین‌المللی مثل سازمان ملل. و بعد اون وقت ملت ایران همچنان قربانیان این توطئه شوم جهانی بوده که کشور ما رو از هم بپاشونند. صحبت من گفتم برمیگردیم باز به انور سادات و اینکه چگونه انور سادات رو کشتن تا این بسیاری از این مسائل عنوان نشه، مسائل رو نشه. از اون طرف ما میبینیم که در کنار انور سادات اون موقع که اون سلطان استانبولی با تیر در اون روز رژه نیروهای نظامی یا روز جمهوریت مصر این کار رو کرد، می‌بینیم که موقعی که تیراندازی میکنن مسلسل می‌بندن آقای حسنی مبارک در کنار ایشون سالم میمونه و بعد هم به مدت 30 و چند سال به عنوان ریاست جمهوری مصر در قدرت قرار میگیره تا اینکه می‌بینیم که نه آقا شاید این حسنی مبارک هم موجب مشکل بشه که آقای باراک اوباما دستور این رو میدن که بهار عربی پیش بیاد و در بهار عربی اینها بتوانند این آقای حسنی مبارک رو از بین ببرن و اخوان المسلمین به قدرت برسه، که البته در این وسط شانس هایی که اینا آوردن یا افرادی میهم پرستی که در میان مردم مصر بودن و تونستن بعد از کمتر از 1 سال این مسئله رو خنثی بکنن و دوباره اون حاکمیت ملی رو تا حد امکان به دست بیارن. اگرچه ما شاهد این هستیم که چگونه دائما اتفاقاتی داره صورت میگیره که این اتفاقات موجب در هم شکستن سیستم اقتصادی و ایجاد فقر بیشتر در کشور مصر بشه، برای اینکه مصر صاحب آنچنان معادن طبیعی یا منابع سوخت یا گاز و این چیزها نیست و یکی از منابع درآمد مصر مسئله توریست هست که ما میبینیم که اینها با به اصطلاح انفجاراتی که در اخیراً در 2 هواپیما، یکی در هواپیمای روسی یکی در هواپیمای مصری صورت گرفت که از فرانسه به طرف مصر میرفت، ما می‌بینیم که بسیاری ترجیح میدن که کنار بایستن و مسافرت نکنن. کما اینکه ما شاهدش هستیم در همین انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا چگونه به طرفداران آقای دونالد ترامپ در جاهایی که ایشون سخنرانی دارن در خارج از اون نقاط به اصطلاح بهشون حمله میشه. و جالب این هستش که به خصوص در کالیفرنیا جالب این هستش که نیروهای پلیس هم سعی میکنن دخالتی نکنن و بگذارن که اون مخالفین که با پرچم‌های اکثرا پرچم‌های مکزیک میان و بعدن پرچم‌های آمریکا رو با آتش میکشن، سعی بکنن که بگذارن تا هرچه بیشتر این ترس و وحشت در میان طرفداران دونالد ترامپ به وجود بیاد که از او پشتیبانی نکنن.
و بعد هم تقصیر میندازن به گردن آقای دونالد ترامپ که آقا این آقای دونالد ترامپ که باعث میشه که اینها بیان نمیدونم مخالفت کنن، در صورتی که خب این موقعی که میاد پرچم آمریکا رو داره میسوزونه در ایالات متحده آمریکا و پرچم مکزیک رو به احتضار در میاره، خب این نشان دهنده واقعا یک سری کارهای غیر قانونی است. به هر روی پس نگاه کنید، استفاده از اعمال تروریستی و خشونت و ایجاد وحشت در وهله اول جنگ‌های روانی و به دنبال جنگ‌های روانی اعمالی که موجب ترس و وحشت میشه، استفاده از ترور. شما فکر نکنید ترور فقط همین نمیدونم این جانورهایی که سر میبرن فقط تروریست هستن. خیر، شما لازم نیست ترور رو فقط با سر بریدن اعمال بکنید، شما ترور رو با بیانتون هم میتونید اعمال بکنید. موقعی که شما کسی رو متهم میکنید یا در مزان اتهام قرار میدین که آقا این آدم به این صورت به اون صورت، با گفتن دروغ‌های بسیار و تهمت زدن‌ها، این خودش نوعی کار تروریسمه و این حالت تروریست در تمام شؤونا، در فکر نکنید که فقط همین داعشی‌ها کار تروریستی می‌کنن. خیلی بسیاری از این دولی که در جهان هستن با اعمال این کارهای ترور یا حتی در همونطور که براتون گفتم در همین کمپین‌های انتخاباتی با به وجود آوردن موقعیت‌های وحشت‌زا، مثلا یکی میاد صحبت از این میکنه آقا این نمیدونم اگر اینو شما رو انتخاب بکنید شما فردا بدبختین و همتون رو نمیدونم میگیره به سلابه میکشه و همتون رو میکشه و همتون رو فلان میکنه و به همان میکنه و این شده به اصطلاح هیچ کسی، یعنی روند موقعیت جهانی یک روند منفی شده و هیچ کسی صحبت از یک روند مثبت نمیکنه. ما موقعی که نگاه میکنیم میبینیم که در طول 37 سال گذشته تمام صحبتایی که ظاهرا ما ملت ایران، ملت زخم خورده ایران و ملتی که از این رژیم جنایتکار اشغالگر تنفر داره تا حالا صورت گرفته، همش این بوده که انشالله این بمیره و انشالله اون بمیره و انشالله این سرنگون بشه و انشالله اون سرنگون بشه. هیچ وقت ما صحبت از این نکردیم که من به عنوان این که میخوام یک قدمی بردارم، قدم من آیا فقط از بین بردن یا اگر قرار هست چیزی از بین بره در عوض اون چه چیزی ساخته خواهد شد. ما در طول این 37 سال گذشته گفتم ما بارها و بارها موقعی که صحبت کردیم در مورد این ظاهراً به قول بعضی اپوزیسیون یا نیروهای مخالف، همه صحبت از این بودی که آقا ما میخوایم این رژیم رو بندازیم بعد رفراندوم بذاریم. این که چه؟ رفراندوم برای چی میخوایم بذاریم؟ که ببینیم مردم ایران چه تصمیم میگن. یعنی پس آقا توی که اومدی داری پیشنهاد براندازی میکنی پس خودت هیچ نظری نداری، هیچ آینده‌ای رو در نظر نداری که میخوای چیکار بکنی. همینجوری که نمیشه که. درست مثل کاری که آقای جورج بوش کرد با حمله به عراق، آقا ما بریم صدام حسین رو بندازیم. خب بعدش چی؟ خب بعدش ببینیم مردم برن رأی بدن دیگه. خب مردم هم رأی دادن. از سال 2001 تا به امروز شما نگاه بکنید که چند 10,000 نفر یا چند 100,000 نفر در عراق به خاک و خون افتادن و در تمام مدتی که اون صدام حسین ملعون بر رأس کار بود چند نفر کشته شدن. و بعد نگاه میکنیم ما میبینیم که جنگ ایران و عراق در نظر بگیرید. جنگ ایران و عراق بر چه اساسی بود؟ چطور این جنگ در زمان محمد رضا شاه صورت نگرفت؟ چرا این جنگ به یک باره بعد از انقلاب شوم و سیاه اسلامی در کشور ما صورت گرفت؟ وصیت‌نامه خمینی رو ببینید که چگونه، من براتون بارها این رو گفتم، حالا این وصیت‌نامه رو پیدا میکنم براتون یه قسمتش رو میخونم. در اون وصیت‌نامه که ما در نشریه آزاد، نشریه اتحادیه سلطنت طلبان ایران در همون زمان منتشر کردیم که این البته قسمتی از این وصیت‌نامه
در دست بعضی از این کسانی بود که در کشورهای عربی بودن و اینو ترجمه کرده بودند. ما هم اون رو عین اون برداشت نوشتیم. در اون نوشته بود که آقا جنگ موهبتی است که میتونه دشمنان اسلام رو از بین ببره در ایران. اون کسانی که در زمان محمد رضا شاه بزرگ شدن بعد سن بندی کرده بود، یعنی از این سن تا اون سن اگر نمیدونم در زیر سن نمیدونم 18 سال باشن اینا رو میفرستیم جنگ، خب اینها از بین رفتن، ما نسل جدیدی به وجود به جای اینها رو خواهد گرفت. اونهایی که در بیش از سن نمیدونم 30 ساله دارن اینها هم باز خوبی های زمان محمد رضا شاه دیدن، پس اینها هم که برن جنگ، اینها هم که از بین برن، خب پس دیگه کسی نیست که راجع به اون خوبی ها و اون پیشرفت‌ها صحبت بکنه. در نتیجه ما میتونیم جامعه رو تبدیل بکنیم به یک جامعه اسلامی. توجه داشته باشید. پس نگاه کنید، از یک سو البته این خود مغز معیوب خمینی هم نبود که اقدام به این جنگ کرد، بلکه اون کسانی که در پشت صحنه کارگردانایی بودن که میخواستن هم نیروی نظامی ایران تقلیل پیدا بکنه، هم ارتش ایران از بین بره، هم نمیدونم سلاحایی که در اختیار کشور ما بود نابود بشه، اونها بودن که این جنگ رو به وجود آوردن که با یک تیر دو نشان بزنن، هم ایران رو ضعیف بکنن هم عراق رو ضعیف بکنن و این جنگ رو بهش دامن زدن و موجب بدن تا هر دو کشور به اصطلاح به مخروبه‌ای تبدیل بشن. مدت 8 سال همینجور ادامه دادن. یکی از کارگردان یا یکی از شاید عملگانی که در این میان کمک کرد تا این جنگ همچنان ادامه پیدا بکنه همین علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود که با کمک اسرائیل اون سلاح‌های از رد خارج شده اسرائیل و فشنگ‌ها اینا رو می‌خریدن می‌آوردن در اونجا مصرف می‌کردن و این آقا هم استفاده رو می‌ذاشت تو جیب خودش. و از اون طرف ما می‌بینیم که این مدت برای اینکه یکی از تهدیدهایی رو که وجود داشت برای اسرائیل همین ارتش مکانیزه به اصطلاح عراق بود که صاحب بسیاری از تانک‌ها و به اصطلاح تسهیلات سنگین زرهی و جنگی بود که اسرائیل رو تهدید میکرد و به این وسیله توسط ایران اسرائیل توانست عراق رو خنثی بکنه. دنیای غرب از جمله آمریکا هم توانست ایران رو خنثی بکنه. از اون طرف اینها توانستن پولهای ایران رو بالا بکشن، از اون طرف نمیدونم بنجل‌هاشون رو وارد ایران کردن. دائما تا به امروز ایران رو اون رشد صفر رو به پای اون سکوی خودش نشوندن و اینجاست که من برمیگردم به جناب آقای منوچهر گنجی، آقای دکتر منوچهر گنجی، این پرسش رو عنوان میکنم: جناب آقای منوچهر گنجی، چه اتفاقی در اون سمپوزیوم اسپن افتاد؟ چه کسانی به شما گفتن که تا این سران کلوپ روم و انستیتوی اسپن رو شما دعوت بکنید، از جمله آقای جورج سوروس رو دعوت بکنید به شیراز برای اینکه بتواند این برنامه رو پیاده بکنه؟ همین آقای جورج سوروسی که آقای جیمی کارتر رو به قدرت رسون، همین آقای جورج سوروسی که آقای باراک اوباما رو به قدرت رسون، همین آقای جورج سوروسی که نمیدونم داره 7-8 میلیون دلار پول به خانم هیلاری کلینتون داده برای انتخاباتش، و این آقای جورج سوروسی که دائما در حال این هستش که بتواند همچنان این رژیم رو در ایران حفظ بکنه توسط نمیدونم اون انجمن جامعه باز، اوپن سوسایتی اینستیتوت، امثال آقای کیان تاجبخش در ایران و توسط عواملی که در رژیم هستند. آقای نمیدونم سید حسین نصر چه کاری در ایران میکردن؟ اولیاء شهبانو بایستی ملت ایران رو روشن بکنه در مورد فعالیت‌های آقای سید حسین نصر در دفتر فرهنگی خودشون. به چه علتی آقای سید حسین نصر بودن که برداشتن اون نسخ رو برای اعلیحضرت فقید نوشتن؟ آقای نمیدونم قطبی چه کاره بودند؟ چرا آقای قطبی شروع کرد به تبلیغات در رادیو تلویزیون ایران و نشون دادن اون تظاهراتی که در کاخ سفید بود و اعلیحضرت ناچار شده بود به سبب وجود نمیدونم گاز اشک‌آور چشمان خودشون در اون زمان که به دیدار این کارتر ملعون آمده بودند نشون بدن که آقا ببینید ما میتونیم به شاه رو ضعیف بکنیم. اینها ایشون موظف هستن، مسئولیت دارن.
نه تنها به عنوان شهبانوی ایران و به عنوان کسی که از نزدیک به تمام وقایع آشنایی دارن، همونطوری که خود ایشون در یک از مصاحبه‌های تلویزیون فرمودن، گفتن که ما موقعی که در پاناما بودیم یک دکتری اومدن در هواپیما و از اعلیحضرت عیادت کردن چون ایشون داره تب بودن و دکتر گفت که اعلیحضرت مبتلا به سالمونلا شده. سالمونلا باکتری هست که از ماهی یا از مرغ میتواند وارد بدن بشه. شما میتونید دست بزنید به یک ماهی نپخته و نشسته و اون دستتون رو به دهانتون که بزنید شما امکان داره که سالمونلا بگیرین و این سالمونلا ایجاد تب میکنه، ایجاد به اصطلاح بسیاری از علائم دیگری میکنه که در وجود اعلیحضرت فقید مشهود بود و این نشون دهنده این هستش که زمانی که اعلیحضرت در پاناما بودن ایشون رو به تدریج مسموم کردن و ایشون رو مبتلا به سالمونلا کردن، در حالی که ایشون اونطور ناراحتی نداشتن و بدن ایشون به سبب وجود سرطان هم ضعیف شده بود و این سالمونلا هم کمک کرد تا ایشون رو بیشتر تضعیف بکنه و زمانی که ایشون در مصر بودن و آقای دکتر دیبیکی جراح قلب ایشون در اونجا ایشون رو تحت جراحی قرار دادن، پس از جراحی ایشون اعلام کردن که حال اعلیحضرت خوبه و بلافاصله ما شاهد این بودیم که ای بابا یک مرتبه اعلیحضرت مبتلا به مرض یرقان شدن و این مرض یرقان بود که ایشون رو از پا در آورد. مرض یرقان هم به راحتی هر کسی میتونه مبتلا به اون بشه. تنها کافی است با یک سوزن آلوده، با یک خراش ساده انسان رو مبتلا به مرض یرقان کرد. پس ببینید اتفاقاتی که داره میفته، کسانی هنوز هستن که قابلیت این رو دارن، اگر نمیخوان همکنون بیان کنن بهتر این هستش که روی نوارهای ضبط بکنن، روی CD ضبط بکنن یا بنویسن و اینها رو برای آیندگان بگذارن تا آیندگان روشن بشن که چه اتفاقاتی افتاده. ما بسیاری از کسانی که شاهد و نزدیک به این اتفاقات بودند هنوز در میان ما هستند ولی نباید بکنند. زمان خطیری است امروز. کشور ما در شرف سقوطه، کشور ما در شرف تجزیه است، ملت ایران در شرف از بین رفتن و ازمهلاله. نبایستی اجازه بدیم تا هممیهنان ما، کشور ما، فرهنگ ما، سنن ما از صفحه روزگار محو بشن. زمانی که نمیدونم یک پاکستان چه میدونم درب و داغون عقب افتاده اخلاقی و فرهنگی و هر چیزی میاد کشور ما رو تهدید میکنه که از سطح صفحه جهان بخواد محو بکنه، دیگه وای به حال دیگر کشورها. همه خواهان این هستن که ایرانی در جهان وجود نداشته باشه، چون ملت ایران هستن که به واسطه کشور ایران قابلیت این رو دارن که در دنیا بتوانند قدم در بهترین کارها بگذارند و جهان رو در تارک جهان بدرخشند. اما بدون وجود ایران ما هویت ملی خودمون رو از دست خواهیم داد. هم میهنان ما، جوانان کشور ما دیگر به عنوان ایرانی نخواهند بود، بلکه به عنوان شهروندان و توابع کشورهای دیگر در جهان خواهند بود. این رژیم جنایتکار اشغالگر اسلامی به خاطر این نیامد که به قول خمینی اسلام در خطره یا بخواد اسلام رو حفظ بکنه، این آمد تا ایران رو نابود بکنه. اونهایی که هنوز در پی این هستن، من گفتم براتون در این کلیپ های فیسبوک آدم نگاه میکنه که آقا این رهبر چرا به داد ما نیست؟ آقا اون رهبر نیست، اون یک عروسک خیمه شب بازیش که اومده برای از بین بردن وطن ما. به خودمون بیایم، تا زمانی که ما به خودمون نیاییم و باور نکنیم که این رژیم شیطانی، این رژیم دوزخی، این رژیم جنایتکار اشغالگر اسلامی برای از میان بردن ملت ما و کشور ما قدم به میدان گذاشته، ما همچنان به قول معروف 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندرخم حتی یک کوچه تنگ و تاریک هم نیستیم.
ما تا به کی باید اینقدر بخوایم خودمون رو ببخشید اشکالی نداره بهتون برمیخوره برخوره، ما تا کی باید خودمون رو به خریت بزنیم؟ تا که به کی ما باید چشمانمون رو ببندیم؟ تا به کی باید گوشامون رو ببندیم؟ تا به کی باید دهانمون رو ببندیم؟ وطن از دست رفت. هنوز شما منتظرین که آمریکا به داد ما برسه؟ آقای نمیدونم باراک اوباما رو که شما دیدین که چگونه نمیدونم در زمانی که این جنبش سبز ظاهرا در کشور ما بود این مدرک نمیدونم سکوت کرد آقا ما در کشورهای دیگه دخالت نمیکنیم، اما زمانی که میخواست اخوان المسلمین رو در مصر به قدرت برسونه یک لحظه نمیتونست آروم بشینه. آقا این حسنی مبارک باید بره، حسنی مبارک باید بره، حسنی مبارک باید بره، حسنی مبارک باید بره. و بعد موقعی که جنرال السیسی اومد نمیدونم این مرده که نمیدونم محمد مرسی رو از سر کار بندازه، آقا چرا این انتخابات آزاد؟ ای آقا پس نگاه کنین، آمریکا دلش به حال ما نسوخته، روسیه دلش به حال ما نسوخته، چین دلش به حال ما نسوخته، انگلیس و اتحادیه اروپا دلشون به حال ما نسوخته. ببینید با ما چه جور رفتار میکنن، ببینید با پناهجویان ایرانی در نقاط دنیا چگونه رفتار میکنن. در استرالیا اونایی که فرار کردن رفتن اندونزی خواستن برن استرالیا، همشون فرستادن به یه جزیره متروکه که به نام تاسمانیا. یا نمیدونم هممیهنان ما در مرز نمیدونم یونان و یا مقدونیه و چیز موندن، یونان موندن اونجا لبان خودشون رو دوختن و اینکه راهشون نمیدن. در نمیدونم دیگر کشورهای جهان ببینید چه بلایی به سر ما خواهند آورد. ما کشوری بودیم صاحب آرامش، صاحب امنیت. براتون گفتم ما همش نشستیم داریم قور میزنیم، همش داریم نق میزنیم. ما راه نجات داریم ولی به شرطی که بلند شیم، قدم برداریم در راه رسیدن به هدف. لازم نیست هممون به هدف برسیم ولی قدم در راه هدف باید برداشت. بگذاریم درهایی رو ما باز کنیم تا دیگران بتوانن از اون درها عبور کنن، تا اونها درهایی رو باز کنن برای آیندگان ما. ما فقط به فکر ای آقا از ما که گذشته، ما که کاری از اون بر نمیاد، ما که نمیدونم چیزی نیستی، دیگه خب حالا دیگه بگذاریم. نه آقا، اگر هر کدوم از ما بتوانیم یک پرکای رو جابجا بکنیم که موجب بشه تا دیگران بتوانن کوهی رو جابجا بکنن، ما باید اون پرکا رو جابجا بکنیم. ما برای نجات وطنمون مسئولیت داریم، برای نجات فرهنگ و تاریخمون ما مسئولیم، دونه دونه ما مسئولیم. اینقدر سعی نکنیم سرمون رو پایین بندازیم، اینقدر سعی نکنیم به روی خودمون نیاریم. بایستی ما بتوانیم وطن خودمون رو نجات بدیم. بابا ما هم آدمیم ناسلامتی، حشم که نیستیم که، چارپا که نیستیم که. کاش چارپا بودیم اقلا میتونستیم یه کار مثبتی انجام بدیم، یه باری رو از یه جایی به یه جای دیگه ببریم. همش نشستیم داریم نگاه میکنیم که خب حالا کدوم دستی از کدوم آستینی بیرون میاد و میتونه ما رو نجات بده. همش نشستیم دعا میکنیم آقا انشالله درست میشه. نه آقا، انشالله رو هر چقدر شما بکنید، هر چقدر پاش آب بدین، سبز نمیشه. از تو حرکت، از خدا برکت. تا ما حرکت نکنیم، تا ما قیام نکنیم، تا ما اراده از خودمون نشون ندیم و خواست ملی نداشته باشیم برای نجات وطنمون، به هیچ جا نمیرسیم. کجایید شما هم میهنان من؟ بیایید به داد این رادیو برسید، شاید این صدای این رادیو به ایران برسه، در ایران همه بتونن بشنوند، بتوانیم سازماندهی بکنیم. هیچ کسی به داد ما نمیرسه جز ما. هر کسی به اون وسع خودش میتونه کمک بکنه. برای اینکه من نیومدم ازتون گدایی نمی کنم، من دارم به شما گوشزد میکنم مسئولیتتون رو.
و تمام جهان این کار رو میکنن. همین در این انتخاباتی که شما میبینین آقای ترامپ با 10 میلیارد دلار ثروت باز هم اومده میره سعی میکنه که پول جمع بکنه برای نمیدونم حزب جمهوری خواه. ما هم باید این کار رو بکنیم، ما هم باید ایجاد سازمان. بله 37 سال گذشت، در این 37 سال سازمان‌های بسیاری آمدند و رفتند، بسیاری آمدند و خوردند و رفتند، بسیاری آمدند و برای ساخت و پاخت کردن آمدند و رفتند، بسیاری هنوز هم هستند برای اینکه ملت ایران رو سر کار بگذارن. باز هم میشه داستان اون تیمور لنگ و شما در کتاب‌های دبستان حتما خوندین. تیمور لنگ از دست دشمنان فرار میکنه، شکست میکنه، دست دشمنان فرار میکنه، میره به یک آسیابی در اونجا میره در اون پناه میگیره. همینجور که نشسته بود و فکر میکرده که آخ بدبخت شدم و بیچاره شدم و اینها، یک مورچه‌ای رو میبینه که این مورچه یک دونه گندمی رو بر میداره و از دیوار شروع میکنه میره بالا رفتن. یه چند قدم که میره این دونه میفته، این دوباره بر میگرده، دوباره اون دونه رو بر میداره، دوباره میره، باز میفته، باز دوباره بر میگرده، دونه رو بر میداره، باز میره. انقدر این کار رو میکنه تا این دونه رو میتونه ببره برسونه به لونه خودش. فکر نکنید که برای انجام کاری به این بزرگی نجات تاریخمون، نجات فرهنگمون، نجات میهنمون، نجات آب و خاکمون، نجات ملتمون این کاریست که خب حالا من امروز از در خونه رفتم بیرون نشد دیگه بیخیال. خیر، امروز نشد فردا، این هفته نشد هفته دیگه، هفته دیگه نشد ماه دیگه، ماه دیگه نشد سال دیگه، سال دیگه نشد دهه دیگه. همچنان ما باید آنقدر ادامه بدیم تا وطنمون رو پس بگیریم. حالا بعضی هستن آقا بابا این دلش خوشه. آره دلم خوشه، دلم خوشه برای اینکه میدونم هنوز هم ایرانیانی هستند که ارق ملی در وجودشون هست، هنوز خونشون میجوشه واسه وطنشون، هنوز میجنگن برای اینکه بتونن وطنشون رو آزاد بکنن، تاریخ و فرهنگشون رو آزاد بکنن، هویت ملیشون رو دوباره به دست بیارن. هنوز هستن. آره دلم خوشه و خیلی هم خوشه و آینده روشن در انتظار تمام ملت پاک و اصیل ایران خواهد بود. من با آخر برنامه‌ام رسیدم امروز. جناب توکلی رو سپاس میگم برای اینکه این فرصتی رو که در اختیار من گذاشتن، همچنین جناب گنابادی در سوئد، و با آرزوی پیروزی پایداری برای تمام ملت ایران تا هفته آینده. بدرود. بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار. پاینده ایران.